این دستگاهی که من سوارش شدم اسمش کارما کانونه. یه دوچرخه‌ای که میشه روش موزیک گوش داد. 4-5 تا اسپیکر اون بیرون داره که میتونه ازش موزیک پلی بشه. و اینجا یه ژنراتور داره که زیر دوچرخه وصله و تولید برق میکنه. همینطور یه دونه دیگه هم داره که ازش میتونن انرژی بگیرن. اونم اون دستگاه انرژی خورشیدیه که اون بالا وصله. میتونن از تابش آفتاب ازش انرژی بگیرن. اینجا هم جعبه‌ایه که میتونن از توش موزیک رو تنظیم کنن و به وسیله این فیش باش موزیک رو پلی کنن. میکروفون هم داره به درد تئاتر رو. یه چیز سیاره که تازه روش میتونید دوچرخه سواری هم بکنید. Yeah, perfect.